Malu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani, teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi. سلام و شام بخیر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان ما. امروز جمعی تبریکاتی شهنان در ناحیه جمعه در محله فرقت به اقصای دو گویم انیقتر می شود. امروز برای تبریک کردن به یکی از آن در خاندانی هاشم بابا که یکی از آن راننده های پیش قدم این محله بودند و برای خلق وطن خدمت های شایان و شایسته کردند. امروز پدر عزیز جشن زادروز دارند. از نام فرزندان، از نام مدینه آیتی، مشهور آیتی، مشتری آیتی، کرامت آیتی و زیبونیس آیتی تبریک میگویم و این لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شمایان به هم میبینیم. با ما باشد، ما آغاز میکنیم. رفته ای پیر بر مادر، توی عاشق ترین دل برای راحتی روحم به سرداری شد. پدر مهتاب، پدر یک اختر رایا، پدر ساحل، پدر دریا. السلام علیکم. پدر چون السلام علیکم. زادروز مبارک. مولود خجسته را امروزه میلاد عمر را برایتان مبارکباد میگویم. پدر عزیز زادروز مبارک. روزی خورسندی را مولود خجسته را برایتان مبارکباد میگویم. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. امروز حضرت خواهر پدر عزیز چشم شما با حالی چند ساله برین؟ 18. بگذار هیچ وقت پیر نشود. همیشه صحت سلامت گردند و در سر فرزندان سایبان سر فرزندان باشند. امروز میلاد ما را برایتان مبارکباد میگویم. انامی کی آمده باشه؟ باشیم با؟ انامی کی آمده ما؟ انامی من نبودم، دخترام نکسته. اولا با راهبری دختران نازنین از نام حضرت خاله شما تبریک میکنیم. گفتن ما بین چند سال شد اشتباهتان و خاطرم برآمد راستی 50 سال شد. قریب 50 سال. ما بین 50 سال به پستی بلندی های زندگی رو دیدیم. 46 سال شد. خدا خواهد 100 سالگیش به میبیویم و شکر میگویم که چنین پدر دارد فرزندانی من. گفته از نام حضرت خاله شما تبریک میگویم و گفتن رسانید که لایق بزرگ بسیار زیبا فرموده است اگر یابم جوانی ای دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس، به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس. بگذار حضرت خاله هاشم بابا در دم پیری دولت پیری را دیدن برای شما نصیب کند. امروز دختران نازنین 5 کلید در جنت شما را دوست می‌دارند. ما بین همه فرزند بهترین است، لیکن برای پدر از همه دلسوزتر، خبرگیرک، مهربانتر دختر است. برای مادرم رسانید که بشو غمگین اگر دختر بزادی، که با دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر صاحب تاج گردد و پیشش 100 پسر محتاج گردد. دختران میگویند ما جای 10 پسر را
وظیفه‌اش را اجرا میکنیم. پدر مادر را تاج سر طلایی میکنیم، هیچ وقت نگویند که ما ارمان داریم. نه، ارمانشان را میشکنیم. ما خدا خواهد خدا کچ و قوت دهد و زیارت کعبه الله میفرستانیم. در این کاشانه زیبای پدر که ما 5 دختر در همین حوله زیبای پدر با وای رسیدیم، حج آشی ها شود و شما آمده خدمت کنید گفته شما را تبریک کردن. آشی بابا من طولی چندین سالها همچون راننده برای خلق و وطن در همین محله فرقت خدمت های بهترین کردید. همه مردم میشناسند شما را با انسانیگری، با خاکساری، با مردی اصیل خاندان. امروز از نام فرزندان میگوییم در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفتت بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار، از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. دختران میگویند ما فخر میکنیم، ما انسانی بایستیم که چنین پدر داریم، چنین مادر داریم و هیچ وقت غم زندگی را تا حال ندیدیم. خدا کند که نبینیم، همیشه در سر ما سایبان باشند. دل ما آرام است که چنین بابا و بیبی دارند نبیره های آنها فرزندان ما. امروز از نام همین نبیره های شیرین شما را تبریک میگویم. زادروز مبارک باشد. انزورت خالم من گفتید که 45 سالگی 46 سالگی توی است. ما بین 46 سال با دختران گواهی میدهیم چند بار گل پدر که کدن هاشیم بابا. راست می حقیقتا نه بوکه رومانتیسکی کدن نبیارم هشتوی مرد باید. امروز در روزی زادروزی پدر که مادر فرشته خاندان است، هاشم ما گفتن که یک تنهایی من گلدسته است برای مادر فرزندانم، برای آن صاحب کلید در جنتان من یک گلدسته زیبا داریم. هاشم بابا خودتان برای انزورت خاله میسپارید. مرحمت، زادروز مبارک باشد. مبارک باشد. و البته از همین فرزندان برای پدر عزیز توفه ها هست، مرحمت تقدیم میکنیم و جامعه ها را با نوبتش بیارید. مرحمت، جامعه ها را تقدیم میکنیم. مبارک باشد. زادروز مبارک. البته در اینجا پرکره دوره مسائل فرزندان بسیار آویزان پشته خاندانتان شود و هر بار دیده فرزندان را تبریک کردن، دعاها کردن، نصیب هم مرحبت پیش شما میکشیم. مبارک باشد. عکس زیبای سلاله هاشم بابا فرزند و نبیره یک آیله کلام. مبارک باشد. قبول کنید. و البته از نام دختران در اینجا جای نماز است. مرحمت تقدیم میکنیم. نبیره ها گیره توفه ها را از دست بابا. مرحبت. مبارک باشد. و البته امروز نظرت خدا هاشم بابا شیرینی داریم برای هر دویتان. بگذار حیاتتان یک آیله نمونوی ترین است. یک جای شیرینی را میبریم و از آن تناول میکنیم. بعد از آن امروز باز سورپرایز ها را پیشکش شما میکنیم. و فکرم در این شمال شبها در نمیگیرد. همون بیارید نزدیکتر. مرحبا، کار دا بیارید تا نزدیکتر. بگذارم آخر آرزوهایتان خاموش نشود.
всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без болезней. Likopça bir ortamda. Твою слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда более лучший дед. امروز هاشم بابا شما چنین انسان بودید که فرزندان گفتن هوا بلندناک باشد اما ستاره ها را پیشکش پدر مادرمان میکنیم. گفتم بالای دیده اکنون باشد عزیزان برای پدر عزیز یک جای تماشا میکنیم، ستاره ها را روی زمین میبیاریم، مرحمت یک جای تماشا میکنیم. تبریک. البته اکنون از فرزندان میخواستیم همه جا می و دینایتی با شرایطی نزدیکتر بیستیم. یک تا تبریک کنیم پدر را. مرحبا. دائما شکری خدا کن، تو اگر داری پدر، خاکی پایش توتیا کن. تو اگر داری پدر، بهره گیر از هر یک سخنهای فرهنگیز او. پیش پایش سجدگاه کن. تو اگر داری پدر. اکای عزیز، زاد روزتان مبارک شود. هم اکا هم چون پدر الهیم 100 ساله شوید، پیر شوید، پیری به دولت شوید. ینکای عزیزم کتی دائما بختناک شوید. این روزی گندتان همی روز مورین شود. باز زاد روزتان مبارک شود. از رحمت آقا جانی عزیز تشکر. مرحبا. دولتی نایاب هستی ای پدر، مذهبی نایاب هستی ای پدر. پدر جان مهربان، من شما را امروز با این روزی زادروزتان تبریک گفته و شما عمری دراز، رزق فراز، تن صحتی و سربلند باشه. پدری ما مهربان، پدری غمخوار، پدری نکوکار، پدری ما از همه بهترین پدرها هستند. و شما عمری دراز، رزق فراز میخواهم. از درگاه خداوند و شما فقط سربلندی میخواهم. همیشه سایبان ما شده گرده دادو جان. شویر بودی انظورت خواه برای ساعت چند بود تبریک دید هاشم بایا؟ ساعت 4:30. تبریک کنیست نکن پیش با من پیش رو امینو من روزی نه اصلا بیسو همه خیر من با همین سویی همینو دگر عمری دراز عمری دراز مایلش من پیش امینو رو من روزی میشتم دید میگه که بخمه همه خیر سیاد سلامتی برای کور همین سری مدت سربان سویابان شده کردن همه وقت تا خدا چقدر عمر دادگی باشه همه من طرفداری هم صد دراز دادا جان دگی جای باشه ساق باشه توی تماشا مانده سر شده گرده کسی اونا جانم گوشه پیر شوه همه وقت تنی صحتی دلی بیغم طلبیم برای من 100 درآمدگی وقتم ده بقینم شما سادگی باشه وقت اونده ساق باشه Дорогой мой папочка,
Я желаю вам крепкого здоровья, чтобы жили долго-долго. Afsuski imroz koyakmon nestazırızmon. Мебут по айнзур мешадзина денятон. Всего самого хорошего. Сада дурейлаем дудача. Дедушка, с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы исполнилось 100 лет. Поздравляю! Молодежь, давай. С днем рождения, дедушка, бабушка! Желаем счастья, долго жить запоминающим. Всего самого доброго. Рахмат, рахмат. Зонер кане. Скажи что-нибудь. Мархаба. С днем рождения, дедушка, бабушка, день рождения. Я желаю счастья. А он знает это. Большое спасибо. تشکر باز سخنها باشد میشنویم اگر نه نوبت رو برعکس میدهیم رقص کجا میشود انظورت خودم یقین همینجا بلش مرحمت سرودهای شوق برای شما هاشم بابا زادروز مبارک 120 ساله شود و همراهی انظورت خودم دمی پیری و دولت پیری را دیدن نصیب کند مرحمت سرودها برای شمایان مبارک باشد چی خوش نازدانه آمده نوری خانه چی خوش نازدانه
که بینم رهای اشکم دودی سرد و گرمای جان ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار اشتر نمیشه ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار Oy anar anar bia babolina shabnam gulnar bia babolina Oy anar anar bia babolina shabnam gulnar bia babolina har kokol zad akhtar dora dar khona ishq dil bari dora har kokol zad akhtar dora dar khona ishq dil bari dora Oy auj baror bia babolina shabnam gulnar bia babolina Oy auj baror bia babolina shabnam gulnar bia babolina Oy anar anar bia babolina shabnam gulnar bia babolina Oy anar anar bia babolina shabnam gulnar bia babolina شبنم گلنار بیا باbolina ای بابا بهار بیا باbolina شبنم گلنار بیا باbolina ای انار انار بیا باbolina شبنم گلنار بیا باbolina ای انار شبنم گلنار بیا باbolina ای اوج برار بیا باbolina شبنم گلنار بیا باbolina ای انار انار بیا باbolina شبنم گلنار بیا باbolina ای انار انار بیا باbolina شبنم گلنار بیا باbolina ای انار انار بیا باbolina شبنم گلنار بیا باbolina ای انار انار بیا باbolina امروز زاد روز اکا
میلیون 100 ساله شود در دلش چی آرزو هوس داشته باشه به همون آرزو هوسکاش رسد در لبش خنده دور نشود در سر خویش تبار خواهر برادراش فرزنداش ینگم جیاناش دیوراهاش ساخ سلامتک باشه فقط در همین تویا خدمت کنه یکم در آینده حج رفته حج بابا شده بیاید در سر با هم ساخ سلامتک باشه اکم یک تا شعر میخونم دو در گوش کنیم آنم اکن گل ریحان سلمه دیده اویلب من آنا هیچ کچان اولمه دیده اویلب من آنا اولوغ زاد آیده یرده ککده یوخ bu dünyada utar bulsa taş heykelden fayda yok. Ko'nglim uchun jon bolam boshlaringni ko'targin. Tillaringga zavq berib doston qilib kuylagin. Ko'zlarimga tik boqma didang toshday qotmasin. Qarab qo'ysam jon bolam u bolangdan qaytmasin. Bir kun kelib men ham bu dunyodan o'tarman. Bir kun kelib men ham bu dunyodan o'tarman. To'rt tayoqli yog'och otda manzilimga yetarman. Onam ekkan gul rayhon so'lmaydi deb o'ylabman. Ota-ona hech qachon o'lmaydi deb o'ylabman. بینک بیننده های عزیز امروز ما در خانواده هاشم بابا مهمان شدیم در روز زادروزشان میلاد عمرشان پدر عزیزی خاندان را از نام فرزندان تبریک و تهنیت نمودیم و همراه شمایان به هم دیدیم با ما باشید با شبکه شهنان ما این لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم خود را احتیاط کنید